سلام عزیزان، به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم یه خوراک بادمجون سبزیجاتی آماده کنیم یا بادمجان شکمپر. 4 عدد بادمجون رو من از وسط نصفشون کردم. داخل اونها رو یه مقداری خالی کردم. حدود نیم سانت دیواره بادمجون ها باقی بمونه. در ضمن بادمجون ها رو پوست نگرفتم، فقط شستم و داخل اونها رو خالی میکنم. بعد قسمت های داخل بادمجان رو که در آوردم به صورت نگینی خورد میکنم. یه دسته جعفری دارم که اونم خوردش میکنم. یه دونه گوجه فرنگی بزرگ رو خورد میکنم و یه دونه پیاز بزرگ. پیاز رو با مقداری کره یا روغن تفت بدیم. بعد از اینکه پیاز کمی طلایی شد 3 الی 4 حب سیر رو بهش اضافه میکنم که من از سیر فریزری استفاده کردم. لینک نگهداری سیر فریزری رو براتون این بالا میذارم. حالا قسمت های داخلی بادمجون رو که خورد کردم اضافه میکنم و کمی تفت میدم. زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، پودر پاپریکا و نمک اضافه میکنم. وقتی عطر ادویه‌جات در اومد گوجه فرنگی رو اضافه میکنم. و بعد جعفری خورد شده رو. جعفری رو هم خیلی کم با بقیه مواد تفت میدم. حرارت رو خاموش میکنم و مواد داخلی بادمجون شکمپر رو از روی حرارت برمیدارم. حالا میریم سر سس و سس رو آماده میکنیم. 2 الی 3 قاشق رب گوجه فرنگی رو توی ظرفی میریزم. بهش 1 تا 1.5 لیوان آب اضافه میکنم، اما این آب رو کم کم اضافه میکنم که رب گوجه فرنگی به طور کامل حل بشه. حالا ادویه‌جات رو اضافه میکنم. زردچوبه، نمک، زنجبیل، فلفل سیاه. تمام اینا به اندازه ذائقه و تست خودتون بستگی داره. و حدود 3 الی 4 قاشق روغن مایه. حالا با مواد سرخ شدهمون داخل شکم بادمجون ها رو پر میکنم. بعد از اینکه تمام بادمجون ها رو پر کردم توی ظرفی مناسب یه مقدار از سس رو میریزم. بعد بادمجان های پر شده رو روی اون میچینم. و بقیه سس رو روی بادمجان ها میریزم. و بعد اونو توی فری که از قبل با 200 درجه سانتیگراد گرم کردم برای مدت 40 تا 45 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. دوستان این غذا بسیار خوشمزه است. جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون.